شما مرا فریب میکردین، من زن ندارم، شما دو تا زن داشتین. میاو میاو. شما میگفتین که من ماشین دارم، خانه دارم، هیچی نداشتین. ای رنجیلا باید ای سرت مانه یا ویلیک داری بالا نداره. شما ویلیک رنجیلا میگین. رنگ دینانگی نسوزانی که خودی که من تو را میسوزونم. تصور کنید که شما سگ همسایه پیرخم من زندگی نمیکنم با تو، من تو بیزار شدم. جدا میشه. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه دهشت. برنامه نوبتی ما از تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ و مهمان نوبتی برنامه ما هستند آوازخوان جوان و خوش‌ذوق، آوازخوانی که قدم‌های نخستین خود را به جاده صنعت می‌ماند، مدینه عالم خان. تشکر زیاد. مدینه بانو رو به استودیو و برنامه دهشت خوش آمدید میگیم. تشکر. و تشکر میگیم، رحمت میگیم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما آمدید. سراول به مخلصان چی گفتن می‌دارید؟ اولا سلام خود را به مخلصان برنامه شما میرسانم. من یکی از مخلصان برنامه اشدی برنامه شما. یعنی برنامه ما رو تماشا کرده اید؟ البته. به شما پسند است؟ و خواستید که خود را در همین برنامه سنجید آیا از اجرای شرط های ما میبرید یا نه؟ البته. شما آماده هستید که برنامه را شروع کنید؟ البته من آماده‌ام. مرحمت آماده باشید. شرط اول رو شما گمانم که از شرط برنامه ما با خبر هستید، تماشا که کرده باشید میدونید که چگونه صورت میگیره. مرحمت آماده باشید. شرط اول رو میگیریم، میخونید و اجرا میکنید. یادآور میشویم دوستان عزیز که مدینه بانو قبلا همچون رقاصه فعالیت میکردن و عین زمان از جاده رقاصگی به آوازخوانی گذشتن و قدم‌های نخستین خود را مانده ایستادند. چی نوشته شده است؟ یکم شرط با یگام عاشقتان شما را فریب داده است، بابای زنگ زده گپ زنید. یعنی شرط برنامه همین است که اصلا رقاصه‌ها و آوازخوان‌های بانو به قول عاشقان زیاد دارند و آنها رو بیشتر فریب میدن، یعنی شما رو. من فکر میکنم که در حیات شما نیز چنین نفران بودن یا هستند. با یگان از آنها زنگ زدن ما میخوایم که ببینیم که شما با اون نفر چی گفتنی داره، چگونه صحبت میکنید. هستن هم خیلی نفر در حیات شما؟ البته هستن که نه کی داد کردن؟ البته نه کی داد کردن؟ زنگ میزنیم. شخصیت او رو نمیگویم اما کی است؟ مخفی مونده برای که ممکن نیست نام او کس رو گفتن. به هر صورت تماس میگیریم و گوشی رو بلند میکنیم، بلندگو یکی تلفن رو میمونیم. و بینندگان عزیز این زمان ما میبینیم که مدینه بانو با عاشقش که به او دروغ گفته است، به قول خیانت کرده است. الو. الو. السلام. جان شیرین چی خیلی سلامتت خوبه؟ چی خیلی جان؟ شادی خوبی جان؟ چی خیلی جان؟ تو مرا دروغ گام میزدی؟ یه الان فانس بده میدونی؟ جان شادی که اینجا من مخیه ما فهمیدم شما مرا فریب میکردین، من زن ندارم، شما دو تا زن داشتین، آیا زنتون 5 تا فرزند داشتین، آیا زن دیگه تون 2 تا داشتین. شما میگفتین که من ماشین دارم، خانه دارم، هیچی نداشتین، در خاک‌باز زندگی میکردین. باید کدام بیواتونه که گپ زدین؟ جان شادی خوبی؟ من در پیش زنش بده است دیدین؟ در پیش زنت بده با ندارم زن.
ما برای جون ما بهتون جون ما میگه که من خونه داشتم من لانجلو خریدم لانجلو دارم ما ای رنجلوت ای سرت مانا یا ویلیک داری بالا نداره شما ویلیک رنجلو میگین ای جون ما برای جون ما بهتون ما میمونم برای ای گوش که مرا ما دا دیگه زنگ نزن مرا فراموش که ما برای خودم دیگه را میوبم جونی ما واسه کیلووری یا چلا کیلو میخوام چلا ای سرت مانا ما برای خودم دیگه کس انتخاب میکنم خیلی عجیب. این واقعی بود؟ البته واقعی بود دو تا زن داشته من زن ندارم میگفته شما رو دروغ گفتم. دروغ میگفته من رنجیرو ماشین دارم خانه دارم میخواست زن سیوم کنه. شاید همین خیلی باشه چی این که میخواست است که شما رو استفاده برای مبلغ های شما رو خرد خانه رو در نداشته است ها؟ البته نداشته در خواب زندگی میکرده است انا من میخواهم که دیگر با این نباشم با عبدالرحمن باشم با من قبلا با شما میگم که من ماشین ندارم زن نداشته که تو بسنده است زن ندارم سلامت باشید بر صورت مرمت شرطی اول رو شما اجرا کرده شرطی دوم رو میبینیم در قطعه دوم چی نوشته شده است بلند برای مخلصان میخونه که در نوار ببینند صدای شما رو شنوند آوازی سه حیوان کنید شما در دهه کلان شده یا در شهر؟ اصلا دهه اگر مخفی نباشد کدام نمیره؟ همدانی نه همدانی فکر میکنم در دهه کلان شده باشید اگر از اجرای این شرط به خوبی میبرید با حیوانات خونگی شناس است دیده کدام حیوانات خونگی را صدایشان رو کرده میتونید؟ سگ پیچک گربه ها؟ باز چی؟ باز گو یعنی مرگو جشیدگی هسته؟ میتونه گو جشیده؟ در خانه مادرم نجشیده بودم شوهر کرده بودم جشیده بودم شوهر کرده بودید ها؟ جدا شدید؟ البته موزه شوهر نداری؟ نه ندارم معلوم که شما رو فان کرده میشن مرمت شروع میکنیم از آوازی یکم آوازی چی میکنیم؟ یکم گربه میکنیم گربه میشنویم میاو میاو شما مثل گربه کسری آواز کرد صدا برآورده کند گربه بجان گربه که نو خوراک خورده است با قوت میاو میاو قبول است مرمت صدای دیوم آوازی باز چی گو با این گوی ذاتی نبود به فکر من گوهایی که گرسنه موندگی از سحر تا عبید خوراک نداده هنشه در خانه بستگی و پوده هم نبردن به هر صورت سیوم آوازی چی میکنیم؟ سیوم آوازی سگ است سگ داره خانه ده؟ نه ما نداشتیم همسایه‌مون داشت من تصور کنید که شما سگ همسایه یک لحظه با سگ همسایه تقلید میکنه این آواز سگ هم نیو سگچه روسی سلامت باشید مرمت قطعه سیوم رو میگیریم در قطعه سیوم چی نوشته شده است یک تزبیه بید تزبیه میدنیم اصلا در مکتبی هست که اون تزبیه هست اون تزبیه در ایتون مونده است ای پراره در بین گوشتی باره ای پره در بین گوشتی باره نفهمیدم چی
ای پره در بند گوشتی بره، ای پره در بند گوشتی بره. این تربیه به شما کی داد؟ در کودکی با دوستان یعنی کم صنفای خود همین اذیت کرده. دیگر هم میدونه. تشچم در کسچم تشچم در کسچم تشچم در کسچم. تشچه خشما چوبک نگرفته ندیره؟ صحرا. البته. به هر صورت قبول است از اجرای این شرط هم به خودی برآمده. مرامت قطیچه 4 رو میبینیم. تشچش در کسچش. با یگان نرمند حضرت محبت کنید. با یگان نرمند مشهور کشور که شما اون کس رو دوست می‌دارید توسط برنامه ما اظهار محبت کنید که من فلانی من شما رو دوست می‌دارم، میخوام که با شما واخرم، یا اینکه یگان سخنایی که در دل شما هست. عبدالرحمن من شما را دوست می‌دارم. من دوست می‌دارم. برای چی؟ برای من مخلص شما هستم. آوازهای خوب داره، گوش میکردیم تویودا میبینیم آوازهای خوب داره. یعنی ما گفتنیم که من شما را دوست می‌دارم. نمیشد که همین بیرون برنامه میگفته. این قبل برای چی نگفته نه؟ مخصوصا در برنامه در نزد مخلصان میگیم. جای گپ همین جا آمد. شما خواستین که در برنامه سیری خدا فوش کنید؟ کنش نه. یا اینکه فهمیدین که من زن ندارم؟ به هر صورت تشکر، سلامت باشید. مرامت شرط دیگر رو میبینیم. روز دیگر قسم که من نمیدونستم، من خودم حیران شدم. در 20 ثانیه یک بنان نخورید. مرامت بنان رو نقص میدونید، میگن که اصلا رقصه ها، هنرمندا و آوازخوان ها در همین توی ها میروند، از همین میوگی ها فقط همین بنان میخورن. شما چی؟ توی در بنان بسیار میخورید؟ شاید نمیخورید بنان. البته. من امیر حاضر از توی آمدید شما راست شده بنان خوردید یا نخوردید؟ خوردم. خورده نه؟ ما به شما باز امکانیت میدهیم که در برنامه ما باز یک بنان رو، این شرط برنامه ما است اصلا هم مرد و هم بانوان باید که بنان خورن. اکثر برنامه های ما همین گونه صورت میگیرد. وقت رو میبینیم در 20 ثانیه مدینه بانو آن همین در 20 ثانیه مدینه بانو آن همین بنان تر و تازه و قول ساچنی را باید که شما در 20 ثانیه خورید. آماده باشید. اگر مرامت من سلفیت کن در ویش هست 1 2 3 میرویم. فقط تستر که اسپید کنیم. اگر اسپید نکردین شما از اجرای شرط نمیبراییم. فکر میکنم که شما اسپید نکردین. به هر صورت بنان رو باید خورید. معلوم که شما بنان رو کم یا اینکه سیر هسته با مزه نیست. اصلا بنان ها همش یک مزه دارن. اگر سیب باشد خیلی مزهش گوناگون باشد یا کلوبین باشد یا دیگر میوگی باشد، ولی بنان ها همش قریب که یک مزه دارن. به هر صورت در 20 ثانیه شما نتوانید بنان رو خورید ولی اوش شود. سلامت باشید و استوب ایوا نه ایوا و متاسفانه شما نتوانستید که در 20 ثانیه یک بنان رو خورید. این قطیچه رو ما جدا میگذاریم. مرامت شرط دیگر رو میبینیم.
یک لحظه رول پیش خدمت را بازی کنیم. یک لحظه نقشی پیش خدمت من تصور کنید که شما پیش خدمت هستید در کافه یا اینکه طرف خانه، من مشتری و قول کلینت میگین من اومدم نشستم، شما پیش خدمت هستید نزد من میوید. السلام علیکم جان، خوش آمدین به طرف خانه زیبای سیاره. سلامت باشید. با شما چی بیارم؟ یکم گاو زنم، دیگه گاو زنم. یکم ده چی داری؟ یکم ده شوربا داریم، برش داریم، لگمان داریم، پیلمن داریم. دویم ده چی؟ دویم ده ششلیکای ناز داریم، کبکه داریم، آش داریم. ششلیکت ناز است خیلی. البته. گاوی و گوسفندی؟ گاوی داریم، گوسفندی داریم. گاوی داریم. دو سیخ ششلیک. با یک ساکی نوری زلال هستن شما در خیلی؟ البته. استحصالی وطنی کو؟ با سلطش حاضرش همینه بیارید کفایه است، باز میبینیم. خوابش دست 5 دقیقه پس 5 دقیقه دیر نمیکنید؟ البته. معنیش انتظار میشه. چگونه که مخلصان عزیز دیدید مدینه بانو از اجرای شرط نوبتی هم به خوبی برآمد، یعنی نقش پیش خدمت رو خوب اجرا کرده توانستم. بعد نیاورده ششلیکا رو خیلی بعد از برنامه. سلامت باشید. مرحمت. شرط دیگر رو که چی نوشته شده هستن؟ کتیچه یک لحظه رقصی یکه کنیم. رقصی یکه. فکر میکنم که شما قبل از این رقاصه بودید، اجرای این شرط برای شما خیلی آسان است. من با شما موسیقی میمونم. خب یک لحظه از تلفنم موسیقی میمونم، در همین جایتون باید که شما یک لحظه رقصی تاجیکانه کنید برای مخلصان. میرویم من؟ عشق من بیا بیرقصم هنوز نمیشم از عشق من بیا بیرقصم هنوز نمیشم از خاموشی شب ما رقص است خاموشی شب ما رقص است عشق من بیا بیرقصم. سلامت باشید. خیلی خوب، خیلی عالی و فکر میکنم که رقاصه خوب هم هستید. از اجرای این شرط هم به خوبی برآمدید. مرحمت. چگونه که مخلصان عزیز دیدید مدینه بانو خیلی زیبا و قول شما میجنبانند و میلرزانند. خود رو یک لحظه مرد تصور کنید. یک لحظه تصور کنید که شما مرد هستید. همیشه هم که حالت هایی که بعضا زنها شکایت میکنن که کاش که مرد میبودن فلان کار میکردن. من تصور کنید که شما مرد هستید یک لحظه چی کار میکنید؟ الو زنک چو کردی؟ لباسای مراتی که ما اومده استم یا جا وخوری دارم رنگ دیننگی نسزانی و که خدی که من ترا میسزانم. زن تا میسزانی با تو؟ اگر مرد میبودی با فکرم که مردی گیزالا، مردی جدی. خیلی خوب. من اوتیو قطعی شما رو اگرم برو تو قطع سوزندگی شوهرتم که من شرط دیگر رو میبینیم. خیلی شما نهار دیدیم اوتیو میسزنده. تصور کنید که شوهرتان رو با زن بیگانه قتل. تصور کنید که شوهر شما با قول به شما خیانت میکنه، با زن بیگانه با دختر بیگانه رو میبینید چی کار میکنید؟ در بالای سرش، در بالای گناهش با قوله. ها پیرخر چا کردی؟ تو سحر پگاه میبرای نیست به شو میدارای ما کار داریم گفته کار گفته همه خیلی ما قدی تو زندگی نمیکنم دیگه ما ایت بیزار شدم.
تو دویم هم خیلی میکنی دیر میبیای سحر بر وقت میروی نیست شب میدارای ما کار دایم داشه با تلفنای ما هم جواب نمیدی ما کار دارم گفته بندو میگویی تو هر روز به نزد همین زن میرفته ها پیرخه ما زندگی نمیکنیم با تو ما تو بیزار شدم جدا میشم البته پیش دیگه کس میره بگوید تام برنگ شوهرتون ها خدا کند که چنین نباشه. مرامت شرط آخران را میبینیم که در قطعی ما چی نوشته شده است. سه نمود خنده کنید میتونی نه؟ خنده را دوست میداره. خنده میگن داروست انسان را تبابت میکند. میرویم خنده ای که یکم خنده ای که با شما یکم کس مبلغ پولی میدین یا یکم توفه میدین شما خسن میشه. این خنده ای که پولتون میدین. این خنده مجبوری چی؟ یکم دوگانه شما یکم دوست شما یکم چیزی میگوید خودشون میخندند و شما رو خنده نمیاد و مجبور هم میخندید و خاطری که نرنجم مجبور خنده باز یک خنده دیگر یکم مرام خیلی خندیدگی مرد خنده بده و فکر البته مرد که میتونی خنده کردن کردم شد نشد هوایی به هر صورت سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر میگیم که به برنامه ما اومده. سلامت باشید. باوری دارم که مخلصان شما رو تماشا میکنند و تا اندازه شما توانستید به شرط‌های ما رو اجرا کنید. از 10 شرطی که به شما پیشکش کرده شده 9 شرط رو شما توانستید که اجرا کنید. همگی یک شرط رو شما نتوانستید اجرا کردن. این خوردن بنان بود. به هر صورت بنان رو خوردید اما در 20 ثانیه یعنی و بار دیگر خوش آمدید به برنامه 10 شرط. شما از برنامه ما 9 شرط رو اجرا کردید. به شما از جانب برنامه ما 180 سومانی توفیق کرده میشه. تشکر زیاد. خود را گرفته چیکار میکنیم؟ باز به نزد همون عاشقتون نروید؟ نه نمیره. دو فکرم به نزد شما میبیام. به نزد من 180 سومانی را میگیریم میرویم. طربخانه. طربخانه میریم. طربخانه سیاره میرویم. سیاره. با 180 سومانی در طربخانه سیاره راه نمیدیم با فکرم. اونجا خیلی قیمت نرخوش. به هر صورت تشکر بار دیگر خوش آمدید و برنامه ما در آخر با مخلصان چی گفتن؟ خانه آباد باشین سلامت باشین تا دیدار. تشکر میگیم و شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید و مخلصان عزیز برنامه 10 شرط بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ و شما با کانال ما آبونه شدن رو فراموش نکنید. خیر تا برنامه دیگر.